حالا به این فکر کردی که یه فضانورد توی فضا با چه چالش‌هایی مواجه میشه؟ بریم با هم ببینیم. اینجا جاذبه‌ای وجود نداره و حتی کوچکترین اشتباه هم میتونه آخرین اشتباه زندگیت باشه. وقتی از خواب بیدار میشن مسواک میزنن، اونم با کیسه آبی که فقط چند قطره ازش بیرون میاد. فضانوردا خمیر دندون مخصوص دارن چون نمیتونن تف کنن و باید قورتش بدن. حتی برای شستن موها شامپوی بدون آب دارن. البته بیشتر مردها کل موهاشونو میزنن تا موهای معلقشون توی هوا اذیتشون نکنه. غذاشون هم به صورت بسته‌بندی‌های خاص سرو میشه و فضانوردا باید حسابی حواسشون جمع باشه تا لقمه‌های غذاشون توی هوا پخش نشه. جالبه بدونید برای دستشویی رفتن از یه سیستم مکش فوق پیشرفته استفاده میکنن که ادرار رو تصفیه و دوباره به آب آشامیدنی تبدیل میکنه. موقع خوابم باید خودشون رو توی کیسه خواب ببندن تا زمانی که خوابن وسط هوا شناور نشن. حالا فضانوردا بیرون از کره زمین دقیقاً کارشون چیه؟ آزمایش‌های علمی، تعمیر تجهیزات و نگهداری از ایستگاه فضایی. البته اینم ناگفته نمونه که یه باشگاه کوچیک هم دارن چون باید هر روز ورزش کنن تا عضلاتشون از بین نره. اوقات فراغتشون هم با خوندن کتاب، عکاسی و خیره شدن به زمین از پشت پنجره میگذره. زندگی توی فضا واقعاً سخته ولی پر از لحظه‌هاییه که فقط یه فضانورد میتونه تجربهش کنه.